سلام بیننده ارجمند. در تورنمای رادیو آزادی در یک سال گذشته نزدیک به 750 گزارش تصویری نشر شد و برخی از آنها را تا 50,000 بار دیدند. اگر 10 ویدیوی پربیننده را ردبندی کنیم خواهیم دید که کدام موضوعها بیش از همه دقت مردم را به خود کشیدند. در جای دهم ویدیوی ملاقات شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله با فعالان شبکه فیسبوک. بینندگان به صورت عموم از این تشبث حمایت کردند. چندی از آنها نوشتند چرا این اقدام دائمی نشده است. با هدفی که شما با من رابطه مستقیم داشته باشید. برای مثال روی روز به من گوید که زیر دست تو احمدов یا فلانی بی‌وجدان است، در وظیفه‌اش لایق نیست تا من او را به زودی برکنار کنم. در این ملاقات صحبت سر موضوعهای مهم و مشکلات پایتخت تاجیکستان رفت. مصاحبه با پزشکی که برای طبابت علی بیدکی فرمانده یک گروه مسلح که اوایل سال 2011 کشته شد زندانی شده بود نیز بیننده زیاد داشت. شاید بسیاری ها این نوار را با دقت تماشا کردند که از زبان جراح عبدالله وزیرов حقیقت های را بشنوند. موسیقی رپ دقت جوانان و نورسان را به خود میکشد و نه تنها آنها بلکه برخی از رسانه‌های دولتی را هرچند آهنگسازان حرفه‌ای مخالفی آنند. آدم‌ها بسیار همین رپریستای با84 مستر اسماعیل رپریستای زورا گوش میکنن. همسالای من همش همین رپ گوش میکنن. کدامش گوش نکنه ایمان دبرمانگی نظرتون. گزارش‌های ویدیویی دقیق‌ترش سلسله چنین گزارش‌ها درباره حقوق، قانون، عدلیه و دادگاه از لحاظ جلب توجه بینندگان جای هفتم را گرفتند. چنانچه سرنوشت استاد دانشگاه کشاورزی تاجیکستان اکرام تشایف سوال‌های زیاد باور به سودها را خلق کرد. پاسخ رهگذران را این جوان به این شکل خلاصه کرده بود. نه باوری ندارم. بسیارتر سودیاهای هستند که اشفاخور هستند. پورا میگیرند. بسیارتر سودیاهای هستند. و هستند سودیاهایی که در جمهوری تاجیکستان ارزوی عدالت کار میکنند، ارزوی انصاف کار میکنند، کمتر هستند. این ویدیو را بسیاری ها دیدند. موضوع حمایه رساله نامزد علمی حقوق از طرف معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان آزاده الرحمن دختر رئیس جمهور کشور. شاید خود او را جستند اما نواربردار من بود و درباره واقعه کاتب علمی شورای دیسرتاسیونی گالین عزیزقلووا صحبت کرد. یک نفر دیگر رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری را در این نوار جستند که از لحاظ توجه بینندگان جای پنجم را گرفت. ملاقات 4 پرزیدنت در عید نوروز در دوشنبه. رغبت به تاریخ خود هزاران نفر را وادار کرد که گزارش و ویدیو دیبات‌های مربوط به اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان را که سال 1992 در قصر ارباب خوجند برگزار شد و امام علی رحمان را به قدرت رساند تماشا کنند و خود این تاریخ را قضاوت نمایند. جای سیوم عجیب باز هم خوجند، اما این بار نه قصر ارباب بلکه محبس و شکایت محبوسان از آزار و شکنجه ناظران. این نوارهای دریافتی نه تنها در تورنمای رادیو آزادی بلکه در یوتیوب هم از پربیننده ها بودند. نتیجه اشان هنوز نامعلوم. گفتیم که دادگاه و عدلیه امسال در مرکز دقت مردم بودند، ولی نوار بحث دادگاهی برادران تورجان زاده ها و مفتی عبدالقادر زاده شاید باز برای آن پربیننده شد که طرفداران دو جانب ماجرا نیز جویای کمترین اطلاع مربوطه بودند. برای نمونه تنها در صفحه رادیو آزادی در شبکه یوتیوب این ویدیو را 27,000 نفر تماشا کردند. اما بیشترین توجه بیننده ها را عکس و ویدیو از عملیات حربی ماه ایول در خاروق به خود کشید. طور معلوم آن روزها ولایت مختار کوهستانی بدخشان در بلاکاد اطلاعاتی قرار داشت. رابطه تلفنی با این منطقه قطع بود و آوازه ها زیاد و مردم می‌خواستند حقیقت را با چشمان خود بینند. با آرزوی آنکه دیگر چنین روزها در هیچ کجای عالم تکرار نشود، سال نو میلادی به شما مبارک.